فصل اول، ربایش در روشنای روز. صبح آن روز بهاری، همه چیز عادی به نظر می رسید. آسمان نیم هابری، اما دلپذیر بود. پرندگان بر شاخه‌های درختان جوانزدهی آواز می خواندند و هوای تازه از میان پنجرهای نیمه باز خانه‌ها به درون می خزید. محله‌ای سندانی شمالی در پاریس، یکی از آن محله‌هایی بود که مردم در آن احساس امنیت می کردند. کافه‌ها آرام آرام باز می شدند، نانوایی‌ها بوی نان تازه در هوا پخش می کردند و کودکان با کوله پشتی‌های کوچک رنگارنگ در کنار والدینشان به سوی مدرسه قدم می زدند. چیزی نمی توانست نشان دهد که آن روز، روزی عادی نیست. ساعت 8:27 صبح، ژان مارسو، مردی 43 ساله با ظاهری آراسته، پسر 6 ساله‌اش الکساندر را از خانه بیرون آورد. ژان مهندس ارشد در یک شرکت معتبر مهندسی صنعتی بود، فردی شناخته شده و محترم در محله. همیشه صبحها خودش الکساندر را به مدرسه میبرد. در آن لحظه، هیچ چیز در نگاهش نشان نمیداد که زندگیش قرار است در عرض چند ثانیه دگرگون شود. همانطور که ژان پسرش را در صندلی عقب ماشین نشاند و کمربندش را بست، ناگهان صدای پارس بلند، یک سگ و همزمان صدای ترمز شدید در خیابان پیچید. صدای جیغ کشیدن یک زن از پنجره طبقه دوم به گوش رسید. ژان سرش را برگرداند، اما قبل از آن که فرصت کند واکنشی نشان دهد، دو مرد با نقاب مشکی از درب عقب یک وان خاکستری بیرون پریدند. حرکاتشان حساب شده، خشن و بیرحمانه بود. در یک لحظه درب ماشین ژان باز شد و یکی از مردان او را با ضرب‌های محکم به بیرون کشید. مرد دوم همزمان دستش را روی دهان ژان گذاشت تا نتواند فریاد بزند. الکساندر که از شدت ترس خشکش زده بود، فقط چشمانش را باز کرده و نگاه می‌کرد. تمام ماجرا کمتر از 12 ثانیه طول کشید. همسایه‌ها از پنجره‌ها شاهد صحنه‌ای بودند که شبیه صحنه‌های فیلم‌های جنایی بود، اما این بار واقعی. یک زن مسن فریاد زد: پلیس! پلیس! کسی رو بردن، اما خیلی دیر شده بود. مردان نقابدار ژان را در صندلی عقب‌ون پرت کردند، درها را بستند و با سرعتی دیوانه‌وار دور شدند. خودرو بدون پلاک در پیچ خیابان ناپدید شد. وقتی مأموران پلیس فقط 6 دقیقه بعد به محل حادثه رسیدند، تنها چیزی که پیدا کردند، یک کیف پاره پاره بود که محتویاتش اسناد کاری، یک بسته کوچک بیسکویت کودک و موبایل خورده شده‌ای روی زمین پخش شده بود. و الکساندر، پسر که کوچک، در کنار جدول خیابان نشسته بود، در حالی که قطرات اشک صورتش را پوشانده بود و با صدای بریده و خفه تکرار می‌کرد: بابامو بردن. بابامو بردن. پلیس منطقه فوراً زنگ خطر را به صدا درآورد. تماس با واحد ویژه تحقیق و مداخله‌ای پاریس، معروف به برای، برقرار شد. عملیات اضطراری در همان روز آغاز شد. دوربین‌های امنیتی، مغازه‌های اطراف بررسی شدند. تصویر ثبت شده از ون خاکستری بدون پلاک در چند قاب ظاهر شد، اما مسیرش بعد از خروج از خیابان اصلی به سرعت گم می‌شد. ظاهراً ربایندگان مسیر فرارشان را به خوبی از پیش طراحی کرده بودند. همسر ژان، کلارا، وقتی خبر ربوده شدن همسرش را شنید، در شوک فرو رفت. او در همان ساعات اولیه ظهر با همراهی یک روانشناس کودک سعی کرد الکساندر را آرام کند، اما کودک آنقدر وحشت زده بود که فقط فریاد می‌کشید و کابوس ربوده شدن پدرش را بارها تکرار می‌کرد. رسانه‌ها با تیترهایی چون آدمربایی در روز روشن در پاریس و کودکی شاهد ربوده شدن پدرش شد، جامعه فرانسه را در شوک فرو بردند. برنامه‌های تلویزیونی، تحلیلگران جنایی و روزنامه‌های صبح روز بعد، همگی به یک صدا از ناتوانی سیستم امنیتی در محافظت از شهروندان سخن گفتند. در کنفرانس مطبوعاتی که عصر همان روز توسط پلیس برگزار شد، فرمانده واحد ویژه گفت: ما همه منابع ممکن را بسیج کرده ایم. اما آنچه این پرونده را غیرعادی می‌کند، عدم تماس ربایندگان است.
نه پیامی، نه درخواست باجی. این سکوت نگران کننده است. تحقیقات اولیه نشان داد که ژان هیچ دشمن علنی، سابقه مشکل مالی یا ارتباط با گروه‌های مشکوک نداشت. پرونده وارد فاز جدیدی شد. مأموران با بررسی موبایل ژان و ایمیل‌های کاری او به هیچ سرنخی نرسیدند. حتی پرونده‌های کاریاش در شرکت هم عادی به نظر می‌رسید. پلیس به این نتیجه رسید که ممکن است این آدم اربایی انگیزهایی فراتر از پول داشته باشه، شاید انتقامی قدیمی، شاید پرونده‌های پنهان یا بخشی از شبکه‌های گسترده‌تر. کلارا، همسر ژان، در روز دوم در برابر دوربین‌ها ایستاد. با چشمانی سرخ و صدایی که از بغض می‌لرزید گفت: اگر کسی او را نگه داشته، خواهش می‌کنم. التماس می‌کنم. فقط بگذار زنده بماند. پسرم هر شب با ترس می‌خوابد و گریه می‌کند. هنوز کوچک است. بدون پدرش نمی‌تواند زندگی کند. شاهدان عینی گزارش‌هایی متناقض ارائه دادند. برخی گفتند و خاکستری را دیدند که از مسیر شرقی خارج شده، برخی دیگر مدعی بودند صدای صحبت به زبانی غیر از فرانسوی از داخل ون شنیدند. اما هیچ کدام کافی نبود تا ردیابی دقیقی انجام شود. پلیس به طور موازی شروع به بازجویی از تمامی افرادی کرد که در هفته‌های گذشته با ژان در تماس بودند. همکاران، همسایگان، حتی راننده تاکسی‌هایی که 3 هفته قبل ژان را به فرودگاه رسانده بود. اما هنوز هیچ سرنخی به دست نیامد. با فرارسیدن شب دوم، امید به یافتن ژان به شدت کاهش یافته بود. ترس به خشم تبدیل شده بود. در رسانه‌ها، تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دادند که پاریس دیگر امن نیست، جامعه‌ای که به نظم و امنیت عادت داشت، حالا با واقعیتی تلخ روبرو شده بود. و در حالی که همه چیز در بن‌بست به نظر می‌رسید، بامداد روز سوم یک اشتباه کوچک از سوی ربایندگان، شاید یک تماس یا حرکتی بی‌ملاحظه، همه چیز را تغییر داد. اما هنوز کسی نمی‌دانست آیا ژان زنده است یا نه؟ و آیا فرصت نجات هنوز باقی است؟ فصل دوم، سکوتی که فریاد می‌زد. سومین روز پس از ربوده شدن ژان مارسو فرارسیده بود. پاریس، شهری که هر روز هزاران اتفاق در آن می‌افتاد، حالا در برابر یک واقعیت تلخ به سکوت فرو رفته بود. سکوتی که در هر کوچه و خیابانی شنیده می‌شد. اما در درون این سکوت فریادی مدفون شده بود، فریادی که از دل خانوادهایی شکسته، از چشمان کودکی اشک‌آلود و از قلب شهری زخم خورده برخاسته بود. در واحد ویژه پلیس پاریس، ساعت 5:42 بامداد، تلفن اضطراری به صدا درآمد. یکی از افسران، خسته و نیمه بیدار، گوشی را برداشت. صدای مردی در خط دیگر شنیده میشد، صدای ضعیف و خوشدار که به سختی قابل تشخیص بود. او فقط 2 جمله گفت. او هنوز زنده است. زمان می‌گذرد. و بعد تماس قطع شد. افسر لحظه‌های مبهوت مانده بود. پیام ساده و مرموز بود. نه نامی، نه مکان، نه درخواستی. اما همین 2 جمله کافی بود تا تیم تحقیقات از خواب بیدار شود. تلفن‌هایی که خاموش بودند، روشن شدند. تیم رمزگشایی صوتی وارد عمل شد. همه می‌دانستند که هر ثانیه ممکن است حیاتی باشد. تجزیه و تحلیل صدای ضبط شده آغاز شد. نرم افزارهای صوتی بررسی کردند که آیا تماس از تلفن ثابتی بوده یا همراه. آیا صدا تغییر داده شده بود؟ آیا نویزی در پس زمینه وجود داشت که بتواند نشانه‌ای از مکان تماس گیرنده باشد؟ پس از 4 ساعت بررسی دقیق، مشخص شد تماس از یک تلفن عمومی در ایستگاه متروی متروکایی در شرق پاریس برقرار شده است، ایستگاه شارون که از 10 پیش تعطیل شده بود. همانجا بود که تیم عملیاتی بوری راهی شده مسلح، محتاط و آماده برای رویارویی با هر چیزی. ایستگاه تاریک و سرد بود. بوی کپک، گرد و غبار و سکوتی وهمانگیز همه جا را فرا گرفته بود. اما چیزی در آنجا پیدا نشد. هیچ اثری از ژان، هیچ سرنخی، هیچ ردپایی.
فقط یک بسته کوچک، پیچیده شده در کاغذ قهوه‌ای که روی صندلی یکی از سکوها گذاشته شده بود. افسر ارشد با دقت بسته را باز کرد. داخل اون چیزی بود که نفس را در سینه همه حبس کرد. ساعت مچی ژان، شکسته و خونی، و در کنارش یک عکس قدیمی. در عکس، ژان در کنار 3 مرد ناشناس ایستاده بود. تصویر در یک منطقه صنعتی گرفته شده بود و به وضوح مربوط به چند سال پیش بود. افسران عکس را به آزمایشگاه دیجیتال منتقل کردند. در همون حال، کلارا، همسر ژان، وقتی عکس را دید، به سختی نفس کشید. انگشتش را روی یکی از مردان گذاشت و گفت: این مرد رو میشناسم. اسمش مارکوسه. کارگر سابق همون کارخانه‌ای که ژان روش پروژه طراحی کرده بود. ولی اون چند سال پیش اخراج شد. رد مارکوس نقطه‌ای آغاز تحقیقات جدید بود. پلیس متوجه شد که مارکوس کارگری بود که به علت تخلفات مالی از شرکت اخراج شده بود و پس از آن ناپدید شده بود. اما آنچه بیشتر همه را شگفت‌زده کرد، این بود که در همان سال اخراج، ژان به عنوان مشاور حقوقی شرکت، نقش کلیدی در بررسی پرونده تخلف مارکوس داشت. یعنی ژان عملاً باعث اخراج او شده بود. پرونده وارد فاز جدیدی شد، فرضیه انتقام شخصی. پلیس آدرس‌هایی را که ممکن بود مارکوس در آن پنهان شده باشد، بررسی کرد. سوابق تماس‌هایش، حساب‌های بانکی قدیمی، دوستان و بستگانش یکی شناسایی شدند. اما هیچ کس نمی‌دانست او کجاست. در همین حال، اتفاقی دیگر رخ داد که خانواده مارسو را بیش از پیش در ترس فرو برد. در ساعت 10 و 16 دقیقه شب، در حالی که کلارا سعی داشت پسرش الکساندر را بخواباند، صدای تق آرامی از بیرون شنید. کلارا به تصور اینکه همسایه است، بی‌توجهی کرد. اما وقتی به پنجره نزدیک شد، متوجه پاکتی شد که روی آستانه پنجره قرار گرفته بود. درون پاکت، نامه‌ای با دستخطی لرزان قرار داشت. نامه فقط یک جمله نوشته بود: حقیقت همیشه پنهان نمی‌ماند. اما آیا تو آماده‌ای که بهایش را بپردازی؟ کلارای دیگر نتوانست آرام بگیرد. پلیس را خبر کرد. نامه مورد بررسی قرار گرفت، اما هیچ اثر انگشتی روی آن نبود. جنس کاغذ و جوهر نیز معمولی بود. اما مهمتر از همه آن بود که کسی توانسته بود تا کنار خانه کلارا بیاید بدون آن که دیده شود. این یعنی خانواده تحت نظر است. پلیس محافظت از خانواده ژان را تشدید کرد. دوربین‌ها نصب شدند. مأموران لباس شخصی در اطراف خانه مستقر شدند. اما در دل شب، تنها چیزی که شنیده میشد، صدای بیقرار الکساندر بود که در خواب، نام پدرش را صدا میزد. در دل تمام این تاریکی‌ها، در اتاق زیرزمینی‌های ناشناخته در گوشه‌ای از پاریس، ژان با چشمان بسته روی زمین سرد دراز کشیده بود. دستهایش بسته، دهانش زخمی و قلبش پر از ترس و بیخبری. اما با هر لحظه‌ای که می‌گذشت، ذهنش فعالتر می‌شد. او می‌دانست که باید زنده بماند. نه فقط برای خودش، بلکه برای پسرش. برای زنی که عاشقانه دوستش داشت. و برای رازی که سالها پیش، شاید ناخواسته، سرنوشتش را به این کابوس گره زده بود. و همانطور که آخرین قطره‌ای اشک از چشمان کلارا پایین می‌افتاد و باد شبانه پنجره را به نرمی تکان می‌داد، پاریس، این شهر، نورها، در تاریکی عمیقی فرو رفته بود، تاریکی‌هایی که تنها حقیقت می‌توانست آن را بشکند. فصل 3: شکنجه، توهم و اعتراف. 5 روز از ناپدید شدن ژان گذشته بود و امید به زنده بودنش در میان خانواده و حتی برخی نیروهای پلیس رو به افول گذاشته بود. اما در پشت صحنه، مأموران واحد ویژه مبارزه با جرایم سازمان یافته به صورت شبانه روزی در حال بررسی سرنخ‌ها و شناسایی ارتباطات پنهان میان آدمربایان بودند. در این میان یکی از مأموران اطلاعاتی به نام آلیویه موفق به رهگیری تماس مشکوکی شد که از یک تلفن عمومی نزدیک ایستگاه متروی مونپارناس انجام شده بود.
پس از بازبینی دوربین‌های امنیتی، فردی شناسایی شد که پیشتر در یکی از پرونده‌های کلاهبرداری مالی مرتبط با مارکوس مظنون بوده است. نام او فرانسوا دوگا بود، مردی با گذشته‌ای تاریک، متهم به چندین فقره تهدید، تزویر و ارتباط با باندهای زیرزمینی. الیویه با هماهنگی دادستان و نیروهای واحد مداخله سریع، دستور بازداشت فوری او را دریافت کرد. در ساعت 18:40 روز پنجم، فرانسوا در حالی که از یک کافه خارج می‌شد، در خیابان مورد تعقیب قرار گرفت. او وقتی متوجه نیروهای پلیس شد، سعی کرد با چاقوی جیبی خود مقاومت کند، اما با ضرب‌های برق‌آسا از پا درآمد و بازداشت شد. در بازجویی اولیه او سکوت کرد. اما پس از 6 ساعت در اتاق بازجویی و مواجه شدن با تصاویر ماهوارهایی، پیام‌های رمزگشایی شده و وعده تضمین حفاظت قضایی، شروع به صحبت کرد. صدایش خوش‌دار بود، چشمانش ناآرام، اما لحنش جدی و پشیمان به نظر می رسید. او گفت: من اونجا نبودم وقتی ژان رو بردن، ولی میدونم کجا نگهش داشتن. به خاطر کارایی که 5 سال پیش کرده بود، لولوپ گفت باید تاوان بده. این اولین بار بود که نام لولوپ گرگ در این پرونده به صورت رسمی مطرح می شد. فرانسوا فاش کرد که لولوپ رهبر بیرحم و پنهانکار گروه، کسی بود که طرح ربایش ژان را برای انتقام از افشای یک پروژه عظیم سوء استفاده مالی در سال 2018 برنامه ریزی کرده بود. همون پروژه‌ای که باعث شده بود میلیاردها یورو پول شسته نشده بلوکه شود و چند تن از اعضای کلیدی شبکه دستگیر شوند. فرانسوا در ادامه گفت که لولوپ معتقد بود ژان با افشای اطلاعات مالی زندگی او را نابود کرده و باعث از هم پاشیدن خانواده‌اش شده است. او دیگه دنبال پول نبود، فقط درد و انتقام می‌خواست. بر اساس اطلاعات بهدست آمده از اعترافات فرانسوا، محل نگهداری احتمالی ژان، خانه‌ای در حاشیه شمالی پاریس بود که ظاهری کاملاً عادی داشت. تیم اطلاعاتی بلافاصله تصویربرداری‌های حرارتی را آغاز کرد. رد گرمایی انسان در زیرزمین خانه ثبت شد. همچنین تحرکات مشکوکی در شب دیده می‌شد، خودروهایی که بیستا می‌آمدند و می‌رفتند، افرادی با کلاه و ماسک که چیزی به داخل ساختمان می‌بردند. اما قبل از آغاز عملیات نجات، نیاز به اطمینان بیشتری وجود داشت. یکی از مأموران نفوذی، با ریسک بسیار زیاد، یک دستگاه شنود کوچک در نزدیکی پنجره نصب کرد. آن شب صدایی خفه، ضعیف، اما واضح به گوش رسید، صدای فریاد مردی زخمی که کمک می‌خواست. همان لحظه فرمانده عملیات ویژه تصمیم نهایی را گرفت. فردا قبل از طلوع وارد می‌شویم. یا با ژان خارج می‌شویم یا برای همیشه عقب مانده ایم. همه چیز برای ورود در شب ششم آماده شد. نقشه کامل خانه، مسیرهای احتمالی فرار و حتی نام مستعار تک تک اعضای باند مشخص شده بود. اما چیزی که کسی نمی‌دانست این بود که ژان در اعماق آن زیرزمین سرد، در حال تجربه شکنجه‌هایی فراتر از درد فیزیکی بود. در طی این 5 روز، او نه تنها کتک خورده بود، بلکه با تزریق داروهای روانگردان، دچار توهماتی شده بود که نمی‌توانست بین واقعیت و خیال تمایزی قائل شود. او صدای همسر مردهاش را میشنید، صدای گریهی پسرش و فریادهای مادرش که از او میخواست تسلیم نشود. در یکی از ساعات شب، لولوپ شخصاً به زیرزمین آمده بود. با نگاهی سرد و لبخندی زهرآلود به ژان گفت: حالا میفهمی که افشای حقیقت همیشه قهرمانت نمیکنه. بعضی وقتا فقط تو رو میبره به قعر جهنم. و حالا، در حالی که عملیات نهایی در حال شکل گیری بود، امید به بازگشت ژان در دل همه شلهور شده بود. اما هنوز هیچ کس نمیدانست در آن اتاق تاریک ژان هنوز زنده است. یا او را از پا درآورده‌اند. فصل پایانی، نور در انتهای تونل. صدای تنفس سنگین مأموران در سکوت صبحگاهی منطقی سندنی طنین‌انداز شده بود. هوا هنوز تاریک بود. ساعت 4:50 صبح.
همگی پشت وانت‌های سیاه رنگ پلیس آمادهی ورود به خانه‌ای بودند که طبق اطلاعات به دست آمده ژان در آن نگهداری می‌شد. در داخل خانه ژان بی حرکت روی زمین سیمانی سرد افتاده بود. چشمانش نیمه باز، صورتش کبود و دستهایش با سیم فلزی بسته شده بودند. بدنش زخمی و تحلیل رفته بود، اما هنوز نفس می‌کشید. صدای توهم‌آلودی در گوشش می‌پیچید که نمی‌دانست واقعی است یا نه. صدای مادرش: تحمل کن پسرم. فقط کمی دیگر. در طبقه بالا، لولو پشت پنجره ایستاده بود و بیرون را نگاه می‌کرد. چیزی در دلش می‌لرزید. گویی می‌دانست که پایان نزدیک است. تلفنش زنگ خورد، اما جواب نداد. به جای آن، اسلحه‌اش را برداشت و به سمت راهپله رفت. در همین لحظه، با فرمان یورش از سوی فرمانده عملیات، مأموران در یک حرکت برق‌آسا در 4 جهت ساختمان نفوذ کردند. صدای انفجار کنترل شده‌ای در ورودی، پنجرهایی که شکستند و فریادهای هماهنگ مأموران فضای خانه را در هم شکست. پلیس فرانسه. زمینگیر شو. لولوب در راهرو پنهان شد و 2 تیر شلیک کرد، اما گلوله‌ها بی هدف به دیوار خوردند. مأموران بدون درنگ او را از پشت زمینگیر کردند. مقاومت نکرد. خسته بود. شکست خورده. نگاهش خالی از غرور و پر از چیزی شبیه به پشیمانی بود. در زیر زمین، مأمور جوانی به نام امیلیان پله‌ها را 2 تا یکی پایین رفت. نور چراغ‌قوه‌اش روی بدن نیمه جان ژان افتاد. اینجاست. زنده است. همون لحظه، زمانی که نور روی چهره ژان تابید، لب‌هایش لرزیدند. صدای ضعیفی بیرون آمد. پدرم. پسرم. نگذاشتم فراموشم کنن. اشک در چشمان امیلیان جمع شد. بلافاصله دستهای ژان را باز کرد و به مأمور امداد علامت داد. چند دقیقه بعد، ژان با پتو و ماسک اکسیژن از خانه بیرون برده شد. صدای آژیر آمبولانس، همانطور که در خیابان میپیچید، به گوش مردمی که پشت موانع امنیتی جمع شده بودند، نوید پایان این کابوس را میداد. 1 ماه بعد، ژان در بیمارستانی در حومه پاریس بستری بود. هنوز ضعیف، اما هوشیار. کنار تختش همسر سابقش نشسته بود. با نگاهی آمیخته به اندوه و غرور. پسرش آنتوان که حالا نوجوانی شجاع و ساکت شده بود، دستان پدرش را در دست گرفته بود. ژان با صدایی آرام و لرزان گفت: فکر نمی‌کردم ببینمتون. فکر می‌کردم دیگه تمام شده. همسرش پاسخ داد: تو قهرمانی، ژان. قهرمانی که کسی نمیخواست دربارش حرف بزنه، اما حالا همه فرانسه بهت افتخار میکنن. و حالا ماجرای ژان، مردی که برای افشای حقیقت زندگیش را به خطر انداخت، به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های حقوقی فرانسه تبدیل شد. در دادگاه، لولو به حبس ابد محکوم شد، همراه با اعضای کلیدی باند. فرانسوا دوگانیز با همکاری خود مجازاتی سبک‌تر دریافت کرد، اما ناپدید شد و دیگر هرگز دیده نشد. اما مهمتر از همه، نام ژان حالا بر سر زبانها بود. در رسانه‌ها، در مدارس حقوق، در میان جوانانی که تازه قدم به دنیای مبارزه با فساد گذاشته بودند. او نماد مقاومت در برابر ظلم و تاریکی شد. و خودش، هرچند زخمی و شکسته، اما هنوز ایستاده بود. با نگاهی به آینده، به امیدی که از اعماق شکنجه و توهم دوباره زاده شده بود. پایان.